الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، از بس که ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و این ماه نزول قرآن کریم است و خواستم چند نقطه از این کتاب الهی اشاره کرده باشم و دانسته باشیم که این قرآن کریم چی کتاب است و چی پیام بر امت اسلام و بر بشریت میفرستد، چی پیامی دارد. ما این کتاب الهی را مجرد یک کتاب عادی نبینیم، بلکه از آیات این قرآن خبر باید داشته باشیم و بدانیم که این قرآن در طول تاریخ و امروز چه خدمت بر جامعه و بر بشریت می کند. دوستان گرامی قدر، قرآن کریم که پیامبر رحمت در حدیث امام مسلم می فرماید حجت لک او حجت علیک، این کتاب الهی روز قیامت یا بر ما حجت است، نزد خداوند ما را شفاعت می کند یا بر بالای ما دعوا می کند. پس باید من و شما از این کتاب خود خبر داشته باشیم که این کتاب چی کتاب است و ببینید دوستان عزیز که در طول تاریخ خدمتی که این کتاب بزرگ می کند و تا این وقت کرده استاده، هیچ دولت و هیچ حکومت هیچ قوه چنین عمل را تا به امروز نمیتواند که انجام بدهد. ببینید دوستان گرامی که در همین روزهایی که ما قرار داریم در این ماه مبارک، در گوشه و کنار عالم هزارها بلکه زیاده از 100,000 انسان کمک میگیرند، کمک کرده میشوند، نیازمندها کمک کرده میشوند، پیرانسالان کمک کرده میشوند، یتیمان کمک کرده میشوند. همین کمک را با تعلیمی که آنها انجام میدهند، دوستان گرامی، تعلیم همین کتاب مقدس است که خداوند برای صدقه میفرماید. خداوند امر زکات کرده. از این پیام قرآن گرفته امروز صدها هزار بلکه از این دیده زیادتر کمک میگیرند به خاطر رضای صاحب این کتاب، به خاطر پیام این کتاب. و ببینید که در دنیا چه مقدار پدر و مادر احترام کرده می شود. پیام از کجاست؟ تعلیم از کجاست؟ همین تعلیم کتاب الهی است که مردم به خاطر رضای خدا، مسلمان ها پدر و مادر خود را احترام می کنند. و این چنین ببینیم که خردسالان ما احترام کرده می شوند. پیام از کجاست؟ از تعلیم این کتاب الهی است. در اقتصاد دنیا ببینیم چه مقدار این کتاب الهی قرآن کریم فایده می رساند، نفع می رساند که صدها هزار نفر خود را از کشتن منع می کنند. به خاطر چی؟ به خاطر تعلیم این کتاب که کشتن را حرام می داند. و هزارها نفر از ربا، از فائز خوردن خود را باز می دارند به خاطر پیام این کتاب الهی. و هزارها نفر بلکه صدها هزار نفر خود را از حرام خوردن باز می دارند به خاطر پیام این کتاب. و صدها هزار نفر خود را باز می دارند، منع می سازند از دزدی کردن، از حرام خوردن به خاطر پیام این کتاب. ببینید که این کتاب بزرگ، این کتاب مقدس چه مقدار در اقتصادیات جهان فایده می آورد. هم امر دارد و هم نهی دارد. هر یک امر و نهی این قرآن برای بشریت فایده است، برای بشریت رحمت است. و علامه اقبال اشاره های زیبا دارد در وصف این کتاب عظیم. می فرماید که ای که می نازی به قرآن کریم، تا بکی در حجره می باشی مقیم. در جهان اسرار دین را فاش کن، نقطه شرعی مبین را فاش کن.
اگر ما خود را مسلمان میدانیم، پیرو این قرآن میدانیم، باید دانسته باشیم که صاحب این قرآن الله جل جلاله نور است و این کتاب ما، کتاب قرآن نور است، هدایتگر است و پیامبر ما نور است. باید ما در این روشنایی، در این نورها زیسته باشیم و چرا که ما این نورها را دارا هستیم و خود را به تاریکی میزنیم و از قرآن و از امر الهی و از پیروی پیامبر دوری میجوییم. دانسته باشیم که این کتاب راهنمای من و شماست. علامه اقبال چنین اشاره دارند که اگر ما خود را مسلمان میدانیم و مینازیم بر این کتاب الهی، باید اسرار این کتاب را، آن چیزی که در داخل این کتاب است، به دیگران رسانیده باشیم. و در دیگر جا اشاره میکند که به سوی این کتاب چون به جان در رفت جان دیگر شود. این کتاب عظیم اگر در وجود یک انسان داخل می شود، در قلب یک انسان داخل می شود، او را دیگرگون می سازد. و امروز در دنیا می بینیم چه نفرانی که در گذشته متکبر بودند، در گذشته بسیار هم هوا بلند بودند، وقتی که قرآن در دلهای آنها داخل شد، یک انسان دیگر گشتند. این قرآن انسان را رحیم میگرداند، انسان با رحم. این قرآن انسان را شفیق میگرداند. این قرآن انسان را راه راست را میآموزد. و الله مهربان اشاره به این کتاب میگوید که ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. کتاب قرآن در او شک نیست، هدایتگری مسلمان هاست، هدایتگری متقیان هست. و این چنین الله مهربان میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه مبارک رمضان ماه است که قرآن در او نازل گشته است و این قرآن هدایتگری انسان هاست و بیانگری راه راست است. انسان ها را راه درست می آموزد، راه حلال می آموزد، راهی که نجات است و این قرآن خود نجات بخش بشریت است. هر یک من و شما همچون مسلمان باید از این کتاب الهی خبر داشته باشیم و ببینیم که کسانی که از این کتاب دوری می جویند چه مقدار ضرر هاست. و امروز در جامعه می بینیم که بین مکتب بچگان جنگ و جدال است، زن و زن است. همین سبب ها زیادن، اما سبب اصلی این است که ما از این کتاب الهی دور گشته ایم. و این چنین روزانه ده ها نفر زن و شوهر از یکدیگر جدا میگردند. سبب در این است، سبب اساسی که ما از این کتاب الهی دور گشته ایم. و میبینیم که بعضی از مسلمان ها پدر و مادر خود را احترام نمی کنند. حتی موردی هست که لطوکوب میکنند و برده بر خانه پیرانسالان می سپارند. سبب در چیست؟ سبب اساسی همین است که ما از این کتاب الهی خبر نداریم. و در جامعه می بینیم که انسان ها یکدیگر را دشنام می کنند، احترام انسانیت پایان می رود. سبب ها در چیست؟ سبب این است که از این کتاب الهی ما دور گشته ایم. به این خاطر دوستان گرامی، این کتاب را باید ما زنده کنیم، همچون مسلمان بر این کتاب زیسته باشیم. همه مشکلات ما در اینجا پیدا می شود و حل مشکل را از این کتاب الهی در می یابیم. هم خود زیستن را می آموزیم و هم به دیگران می آموزانیم. و پیامبر رحمت چنین فرمودند که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را خود می آموزد و بر دیگران می آموزاند. علامه اقبال اشاره دیگری دارد که این اشاره به سوی قرآن است. می فرماید چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. با مسلمان گفت جان بر کف بینه، هرچی از حاجت فزون داری بده. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر در حقیقت ما میخواهیم مسلمان کامل، مسلمان غیور زیسته باشیم، بجز نمیتونیم تا اینکه قرآن و این قرآن چنگ زده باشیم. این قرآن راهنما است. این قرآن بشریت را از تاریکی به سوی روشنایی می آورد، از بدی ها و زشتی ها به سوی نکویی می آورد.
پس هر مسلمان باید از این کتاب خود خبر داشته باشد، از پیام این قرآن کریم، از احکام این قرآن کریم خبر داشته باشد تا در جامعه امروزه سربلندانه زیسته باشیم. الله مهربان یکایک من و شما را توفیق بندگی عنایت عطا بفرماید تا این کتاب الهی را خوانده باشیم و توفیق عمل در ما خداوند عنایت کند که به این عمل کرده باشیم. در روزگاری که مسلمان ها بسیار هم تنگ آمدن و فشارها بالای مسلمان ها بود و یکی از علما بلند می شود و این کتاب الهی را قرآن را بلند می کند و می گوید که یا معشر المسلمین الطریق ها هنا، ای امت اسلام راه اینجاست، راه در این کتاب الهی است. اگر ما به این کتاب چنگ میزنیم سعادتمند این دنیا و آخرت هستیم. ببینید که حضرت عمر رضی الله عنه چی میگوید؟ میگوید نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، ما قومی هستیم که به این اسلام، به این کتاب الهی خداوند ما را عزت داد. اگر این کتاب را ما ترک کردیم حتما که بالای ما خاری خواهد آمد. دوستان گرامی، از این کتاب الهی باید ما خبر داشته باشیم تا در زندگی خوشبختانه زیستن را بیاموزیم. خداوند یکایک من و شما را نگهبان باشد. والحمد لله رب العالمین.